خیلی برام جالب بود رفتار یه طلبه‌ای که اداره امور فرهنگی یه مؤسسه‌ای رو به عهده داشت. یه رویکرد متفاوتی داشت ایشون. محتوای منحصر به فردی رو ارائه میداد. کار نداشت این مناسبتی که توش هستیم برای کیه. فوق تخصص این بود که هر مناسبتی رو به امام زمان پیوند بزنه. هر مناسبتی. اینقدر رویکرد مهدویش پررنگ بود که یه بار گفتم ازش سوال کنم ببینم چه دلیلی داره برای این داستان. ازش پرسیدم گفتم دلیلت چیه که هر 5 کلمه حرف یه امام زمان توشه؟ دین ما این همه مفاهیم مهم داره، شما چرا سوزنت روی امام زمان گیر کرده؟ خلاصه شروع کرد جواب دادن و به قدری جوابهای ایشون جالب بود که صحبت بیش از 1 ساعت طول کشید. من مختصر این صحبت‌ها و ادله‌ای که ایشون ارائه داد رو عرض می‌کنم و هر عزیزی واقعا دغدغه دین و تبلیغ دین داره این جواب‌ها به کارش میاد. این جواب‌ها براش طلای 1000 عیاره، 24 نه 1000. گنجینه ای راهگشاست واقعا. یه وقت 20 سال 30 سال یه مسیری رو میری بعد میفهمی که آره این مسیر اونجوری که باید باشه نبوده. حالا کی میخواد جواب این عمر صرف شده رو بده؟ خدا میدونه دیگه. این عمری که یه ثانیه‌شو نمیشه برگردوند. خلاصه وقتی گفتم چرا امام زمان اینقدر بولد تو برنامه‌ات، یه سوال ازم پرسید. گفت فکر میکنی ما با بیان مفاهیم قرآنی و روایی برای مردم و تبیین نماز و روزه و احکام میتونیم این عالم رو نجات بدیم؟ میتونیم مردم رو به ساحل مقصود برسونیم؟ گفتم شاید، نمیدونم. ادامه داد گفت اگه بنا بود همین دستورات و روایات به تنهایی ما رو نجات بده، خب چرا خداوند تو قدیر چنین نهیبی به پیامبرش زد؟ تمام این دستورات بود دیگه، نماز، روزه، همه چی تبیین شده بود. ولی خدا یه جوری نهیب میزنه به پیامبرش که انگار این قوانینی که تا الان اومده هیچ چی نیست. داره نهیب میزنه اینو اعلام نکنی، امام بعد از خودتو معرفی نکنی، رسالتت رو انجام ندادی. یعنی همه چیز رو زیر سوال برده خداوند. دوم، تو همون قدیر خیلی واضح پیامبر فرمودن رأس امر به معروف اینه که به قول من در قدیر ختم بشه. یعنی اصل امر به معروف امر به امام اهل هر زمانیه. پس مهمترین تبلیغ من معرفی امام زمانم میشه. سوم، تو همون قدیر پیامبر تبلیغ برای اون امام رو واجب کرد، به گردن همه گذاشت. واجب، حاضرین به غایبین، پدران به فرزندان، تا قیامت برسونن مطلب رو. پس این معرفی امام حال حاضر اصلا بر من واجب، تکلیفی که به گردن من هست. چهارم، پیامبر فرمودن من مات و لم یعرف امام زمانهی، به مرگ جاهلیت مرده کسی که این امام رو نشناسه. نفرمودن کسی که اعمالش رو انجام نده به مرگ جاهلیت مرده. پس اگه دلسوز مخاطبینم باشم باید کاری کنم که اینا امامشون رو بشناسن. پنجم، روایت صحیح از امام عسکری علیه السلام با تأکید حضرت قسم جلاله یاد فرمودن والله، امام میگه والله، با والله من و شما خیلی متفاوته. فرمودن والله همه هلاک میشن تو این آخر از زمان الا کسانی که اعتقاد قوی قلبی به امام زمانشون داشته باشن و برای فرجش دعا کنن. کلام امام ردخور نداره. وقتی من ببینم مردم هلاک خواهند شد اگر امامشون رو نشناسن و برای فرجش دعا نکنن، بزرگترین خدمت من این خواهد بود که امامشون رو بهشون معرفی و تشویق به دعا برای فرجش کنن. ششم، حضرات فرمودن بدتر از یتیمی، بی پدری و بی سرپرستی کسیه که از امامش دور افتاده باشه. از یتیمی میفرمایند بدتره. نشون میده خیلی خاصه این امام که اگه کسی پشتیبانی این امام رو نداشته باشه یتیم اصلا. هفتم، اهل بیت عصمت و طهارت فرمودن یه روز صبح از خواب بیدار شدین دیدین امامی از آل محمد نیست، غایب شده، به درگاه خداوند استغاثه کنید که خدا این امام رو برگردونه. چرا که غیبت امام یه نوع تنبیه مساوی با بلا و بدبختی برای بشر. ببین فرمودن استغاثه نه دعا، استغاثه یعنی گریه، التماس، زجه به درگاه خداوند. میگه یه روز بیدار شدید دیدین این امام نیست، به خدا التماس کنید برش گردونه این امام رو. اینقدر مهم به جایگاه امامت. نهم، اگه بنا بود صرفا با ترویج همین اعمال و احکامی که دینمون داره عالم به نجات برسه، با اون علمای خاصی که قدیم بودن، با اون سطح از رعایت ها و احتیاط هایی که الان دیگه افسانه شده، با اون کرامت ها، با اون نفس ها، تا حالا انجام شده بود، به نتیجه رسیده بود. پس ما چاره‌ای نداریم، مسیر رو همون جور بریم که خود خداوند اراده فرموده، با امامی که خودش معرفی کرده.
اینه که ما تو تبلیغ دین نتیجه نگرفتیم، اینه که اصل که امام باشه رها شده و ما مبلغ فروع شدیم. ما هی برای نماز گفتیم، برای روزه، برای اخلاق، برای احکام، و اماممون اصل دینمون ترید و شرید و فرید و وحید. خب دیگه معلومه امامی که قلب عالمه و این قلب ترید و فرید و وحید باشه، اون عالم هیچ سامانی نخواهد داشت به هیچ وجه. حالا هرچی هم بیایم نماز و احکام و اخلاق و این موارد رو تبلیغ کنیم، امامی که اصل دین ماست، اگه اون امام تنها و قریب و ترید و فرید باشه، اون دین هیچ ثمره‌ای نخواهد داشت. و مهمترین وظیفه ما این میشه که این امام رو به مردم معرفی کنیم، مردم بشناسن امامشون رو و بدونن چه گوهر نایابیه، قطعا در طلب این امام حرکت خواهند کرد. در پایانم این جوان به من گفت با توجه به این موارد اگه موضوعی مهمتر از امام زمان سراغ داری بفرمایید که ما به اون بپردازیم، که منم واقعا دیگه حرفی برای گفتن نداشتم. تمام عمرم برای مهدی شود وجودم فدای من